با حروفات به تصویر کشیده شده است. آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که برای محافظت از نیروهای منفی چرا به خواندن 4 قول سفارش شده ایم؟ و یا چرا سوره توحید ثلث قرآن است و 3 بار خواندن آن برابر 1 بار ختم قرآن می باشد؟ و یا اگر حرف ف هر روز 200 بار به مدت خاصی تکرار شود، راز لا اله الا الله بر دل شخص هویدا می گردد؟ و یا چرا و چگونه چنین چیزهایی امکان دارد؟ مگر پا در مدرسه عالم نگذاشته ایم تا به صفت الهی علم آراسته شویم و زاد و توشه سفر آخرت به آسمانهای بالا را هرچه غنی‌تر بربندیم؟ پس چرا سر در گریبانی؟ بیایید از اول الفبا بیاموزیم. الفبای عشق، الفبای فرشتگان و الفبای اولیاء الله. خب در اینجا جدول‌هایی گذاشته شده که من دیگه نمیتونم، چون اکثر جدول‌ها به زبان عربی هستش و ترجمه نشده که برای شما بذارم، ولی یه چند تا از ستون‌های این جدول رو برای شما میخونم. در جدول اول نام فرشتگان آورده شده که با هر کدوم از حروف فارسی مطابقت داره. مثلا حضرت اسرافیل با حرف الف، حضرت جبرئیل با حرف ب، حضرت عزرائیل با حرف ت، حضرت میکائیل با حرف س. در جدول دیگه اسامی خداوند هستش که به چه تعداد باید هر اسمی رو تکرار کنید. مثلا اسم عزیز رو با 94 مرتبه گفتن به آرامش قلبی میرسید. اسم فاتح 489 مرتبه، اسم واسع 137 مرتبه، اسم ماجد با 48 مرتبه، اسم رؤوف با 286 مرتبه، اسم غنی با 1060 مرتبه، اسم واحد با 19 مرتبه، اسم جلیل با 73 مرتبه، اسم سلام با 131 مرتبه، اسم متکبر با 662 مرتبه، اسم ودود با 20 مرتبه و اسم حی با 18 مرتبه، اسم وکیل با 66 مرتبه، اسم مجید با 57 مرتبه، اسم حلیم با 88 مرتبه. من سعی کردم که یک مقدار از اسامی خداوند رو که در این جدول هست برای شما بخونم. نکته دیگر این که حروف